داستان دختری است که در این شهر با مادرش زندگی میکنه و امروز این دختر کوچولو به شدت مریضه و روی تخت خوابیده. دکتر پس از اون که دختر رو معاینه کرد، بی آنکه چیزی بگه از در خارج شد. آقای دکتر، حال دخترتون خیلی بده، باید خیلی مراقبش باشید. بله، حالش خیلی بده، روحیه‌شو کاملا از دست داده و همین مسئله باعث شده که جسمش هم به شدت ضعیف بشه. به هر ترتیب شده باید روحیه‌شو به دست بیاره. البته باید خودش بخواد. خودش باید بخواد؟ بله، باید به خودش تلقین کنه. خداحافظ. در زمانهای قدیم بیماری ذات‌الریه به راحتی درمان نمی‌شد و کاری هم از دست دکترها بر نمی آمد. دخترم، عزیزم، پاشو بازی کن، خیلی دلم گرفته. مادر کاری از دستش بر نمی آمد غیر از این که از بچهش مراقبت کنه و انتظار بکشه. اما در آن ساختمان به غیر از مادر کس دیگری هم نگران آن دختر کوچولو بود. اون یک نقاش پیر بود که نقاشی‌هاش در شهر خیلی معروف بود. اون همیشه پیش خودش فکر میکرد که یه نقاش خوبی نیست، اما دخترک تنها مشوق و دوست کوچولی او بود. از این لحاظ رابطه عجیبی بین این دو نفر بود. دخترک که نقاشی رو خیلی دوست داشت دائم پیش نقاش پیر میرفت و از اون میخواست که یه تصویر جدید بکشه. نقاش هم با کمال میل اون رو مدل خود قرار میداد و تصویر جدید میکشید. عمو جون، اما پیرمرد حالا تنهاست، چون دوست کوچولوش به جهت بیماری دیگه نمیتونه پیش نقاش بیاد. سلام خانم، حال دخترم چطوره؟ حالش بهتر شده؟ نه. مادر دخترک توضیح داد که چگونه دکتر اون رو از وضع بد روحی دخترش آگاه کرده. خود مادر هم روحیش رو از دست داده بود و تنها راه سلامتی دخترش هم به دست آوردن روحیه مجدد بود. پیرمرد سخت به فکر فرو رفت. برگو داره میریزه. چی؟ برگو داره میریزه. یکی میریزه. چی داره میریزه؟ 7 8. چی میگی؟ منظورت از این کلمات چیه؟ کم کم داره سرعت ریختن اونا بیشتر میشه مادر. عزیزم بگو ببینم چی داره میریزه؟ سرعت چه چیزی داره بیشتر میشه؟ وقتی که من تازه مریض شده بودم برگ اون درخت بیش از 100 تا بود. نگاه کن، 2 تای دیگه هم ریخت. حتما تا شب همه برگای درخت میریزه. من فکر میکنم با تموم شدن برگای درخت عمر منم تموم میشه، چون عمر منم مثل برگای درخته که داره میریزه. اون برگای درخت مثل لحظه های عمر من هستن و من یقین دارم که عمر من مثل برگای این درخت در حال ریزشه. آیا چه کمکی میشد به دخترک کرد؟ دخترک از بس روحیش ضعیف شده بود، امیدی به زنده بودنش نداشت.
آن شب طوفانی که قطرات باران همراه با باد میبارید، پیرمرد نقاش با دلی مملو و از محبت و عشق به دخترک از منزل خارج شد. آیا پیرمرد نقاش به کجا میرفت؟ او چنان افسرده بود که دستش به هیچ کاری نمی رفت. تمام وجودش مثل دخترک در تب می سوخت. از بس ناراحت بود نمیتونست سر پا بیسته، بنابراین خودشو صبح اون شب پس از اون که طوفان فرو نشست، برف همه جا را پوشوند. مادر جون دلم میخواد بیرون رو تماشا کنم. پنجره رو باز کن، زود باش. پس از اون طوفان سخت قاعدتاً نباید برگی روی درخت مونده باشه و دخترک میخواست ببینه آیا برگی روی درخت مونده یا نه. برگ درخت. آره عزیزم. بله، یک برگ روی درخت هنوز باقی مانده بود. برگ درخت من، تو چه مقاومی، چه محکم به درخت چسبیدی. تو در مقابل طوفان مقاومت کردی، منم مقاومت میکنم. آره منم مقاومت میکنم. آره دخترم، مقاومت کن، مثل برگ درخت خودت مقاومت کن. مادر پرواز کنان از پله ها پایین رفت تا هرچه زودتر پیرمرد نقاش رو خبر کنه. خداوندا مرده. بله، پیرمرد به دنبال اون فداکاری مرده بود. او به خاطر امید دادن به دخترک که روحیه خود را از دست داده بود، در اون شب طوفانی همراه با وسایلش از تنه درخت بالا رفت و تمام وجودش رو در قالب یک برگ درخت به روی دیوار پشت درخت به تصویر کشید. اون برگ با برگ اصلی هیچ تفاوتی نداشت. اون یک برگ معمولی نبود که روی دیوار نقاشی شده بود، بلکه نماینده عشق و محبت پیرمرد هنرمند به دخترک کوچولویی بود. خداوندا. آسمان هم در این شادی با آنها شریک شد و باریدن برف ادامه داشت و به زودی همه جا را پوششی از سفیدی فرا گرفت.